هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. زنی ناشناس در خواب به چی معنا است؟ یا اینکه همخوابه شدن با زنی ناشناس به چی تأویل می شود؟ اکثریت علما می گویند زنی ناشناس در خواب به دنیا تأویل می شود. یعنی زنی ناشناس این دنیاست. اگر زن بدصورت باشد و یا اینکه ترسناک باشد، شیطان است، یعنی خوابی شیطانی است. ولی بعضی وقت اگر زنی بدصورت باشد، مشکلی و بیماری و ناخوشی است. در حدیثی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است، رسول خدا زنی سیاه پوستی را در خواب دید. یعنی زنی سیاه پوست و با غضب بود. رسول خدا یعنی آن زن را در خواب دید. خواب خود را به بیماری زکام، یعنی گریپ، به بیماری زکام تأویل داد. یعنی بیماری، ناخوشی. همخوابه شدن با زنی ناشناس این هم دنیا است. در این مورد علما گفتند اگر زنی ناشناس باشد، دنیا برای شخصی که این خواب را دیده است کشاده می شود. یعنی کارش برار می گیرد، کارش پیش می رود. و اگر خواب بیند که همخوابه شده است با زنی شناس، معنایش این است که به کاری حرامی دست می زند، یعنی که کاری می کند که حرام است. یعنی معنای خوبی ندارد اگر زن شناس باشد. حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت شده است که فرمودند از دنیا سه چیز را دوست داشتم: خوشبویی، نماز و زن. برای همین زن نامعلوم یا اینکه ناشناس را به دنیا تأویل دادند. بیشتری وقت خواب دیدن زنها و شخصی میگوید بسیار زنها را در خواب میبینم، این وسوسه شیطان است. یعنی همه وقت گفته نمیشود که من زنها را در خواب بسیار میبینم و این معنایش به برار گرفتن کار است یا اینکه صاحب کار بشوم. اگر زن را بسیار در خواب دیدی، پس معلوم است که این وسوسه شیطان است. والله اعلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.